اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام علیکم مومن مسلمان برادرها. هر یک بنده ای که هر یک جانی که این دنیا و الله تعالی آفریده است، البته یک روز این دنیا آمدن و دیمش شربت اجل را کشیدن. البته الله تعالی در قرآن کریم ما مسلمان خبر داده گفته ای که کل نفس ذائقة الموت. البته هر یک جانی که نفس کشنده است، البته یک روز چشنده شربت اجل است. برای همین هر یک بنده ای که این دنیا آمده است باید کارهای نیکی کند، کارهای خیر کند، از همه بعدها همش خودش نگاه دارد. البته هر یک انسانی که این دنیا چشم میپوشد، ما زنده ها برای مصیبت صبر کردن ما درکار. اگر صبر نکنیم البته ما بنده های عاصی گناهکار میشیم. برای همینم پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیثشون همین خیلی مرحمت کردن که صبر ساعت علی المصیبت خیر من عبادت سنه. هر یک مسلمانی که مصیبت رسد، اگر یک ساعت نه صبر همون مسلمان، یک سال نه طاعت عبادت کرده ثوابش برابر. البته این مصیبت هر یک انسان سرش به می آمدگی چیز حقین، از این مصیبت هیچ کس گریخته هیچ جا رفته نمیتوند. برای همین کدام انسان هایی که مصیبت رسد باید صبر کنند. البته این نشان داده این سخنهای پیغمبر علیه السلام است. البته برای مصیبت صبر کردن مسلمان ها این افضل ترین عبادت است. البته هر یک مسلمان باید صبر کند، طاقت کند برای مصیبت. این اساسی صبر کردن نکن. کدام کسی که این دنیا یک این نزدیکترین خودش، خواه پدرش باشد، خواه مادرش باشد، خواه یگان برادرش باشد، این دنیا اگر آخرت به سفر کند، البته برای وی مسلمان آدم باشد صبر کردنش شرط. از قفای معید گریه کردن، ناله کردن، هر خیل گپ‌های الفاظ کفر را از دهن برآوردن برای مسلمان ها وی چیز عیب کار است. برای همین هر یک مسلمان باید مصیبت به صبر کند. پیغمبر علیه السلام در دوام حدیث گفتند که همین این افضل ترینش من صبر بده است. صبر از شکر افضل گفتند. البته کدام انسان با الله اول صبر میتد، سون شکر میکند. برای همین صبرنده به نهایت ثواب اجر بیشتر است. البته ما مصیبت گفتیم فقط پیش نظر ما یک دو تا آدم این دنیا آخرت سفر کرده وفات کرده در نظر نداریم. کدام انسانی که سرش به یگان بعد میبیاد همه های مصیبت است. البته مصیبت گفتیم ما بازم میگویم هر یک انسان مصیبت گفتیم همون کارهای خفه میشدگی یا سرش به یگان کارهای ناجوی آمده موند، البته این نماشه مصیبت گفته میشد. مصیبت گفته فقط یک قرابت خودش، یک برادرش یا اکاش این دنیا گسیل کردن نه. این مصیبت همش برای ما مسلمان ها یک امتحان مکتب شده میبید. باید همین امتحان به های اعلی که گذاشته ما الله ما صبر تیاد، قناعت تیاد و کچ و قوت تیاد. البته برای مصیبت صبر کردن ما مسلمان ها و این عادت شده نشتر کار. ما همه مصیبت ها برای صبر کردن این یکم درجه خصوصا هم سوخ خدا میگویم همینجا نه همون خصوصا ماتم خانه هم در زنک های این گریه کردنشون داشتن در کار. البته گریه یگان تا معیت گذشتگاه فایده ندارد، فایدهش نمیرسد برای معیت ها، اما زنده ها میرسگی این ثواب چیز هوای های حقاشون با یک آیت ها خونده
قرآن خونده دعای فاتحه کردن این بیشترین بلندترین ثواب برای میت و همین است. البته هر یک میتی که مثال انسانی که در این دنیا چقدر حیات گذرانده آخرت به گذشته باشد گسیل کردن باز و هیچ وقت انسان حیات خطاگو شاید انسان حیات نغزش شاید همون گذشتگی انسان هیچ وقت ما مسلمان باشیم مؤمن باشیم همون گذشتگی انسان کارهای بعدش اصلا زامبه نگتر مدکر چی کارهای نیکی کرده باشد همون کارهای نیکاشون گفتن مدکر. البته من در این معروضه در طور مصیبت در طور صبر شد. البته کدام برادرهایی که در خاندانشون یگان مصیبت میشد الله صبر تید طاقت تید و حق گذشتگان ما زنده ها موافق شریعت فرموده چه خیلی کوشد همون ترتیب نگذرانده ما الله همه ما نصیب روزگار دانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.